با درود از رادیو زودی به همه شما بینندگان عزیز، نویدی بمدودی رو من شهلا گلخوجه تقدیم شما میکنم. سپاس میگویم که هر روز با ما هستید و برایتان قرار میخوایم. امروز 10 سентябر است و حالا توجه کنید به خبرها. والنتین چوپیک حامی حقوق مهاجران در روسیه روز گذشته درباره ریدی در یک ساختمان مسکو خبر داد. چوپیک با نشر نواری ویدیو از مکان رید در صفحه فیسبوکش نوشت که صبح دیروز تخمینا 30 کارمند پلیس در پی یک عملیات حدود 400 مهاجر را از واگن‌هایشان در میدان ساختمان استرافцо و در منطقه شربینکا به بیرون برآوردند. به گفته این حامی حقوق، مهاجران چند ساعت در هوای سرد و بارانی گشنه و تشنه نگاه داشته شدند. سبب بازداشت را برایشان شرح ندادند. جزئیات بیشتر از این در دست نیست. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اگر شما بینندگان عزیز در این باره معلومات داشته باشید لطفاً با ما در میان گذارید. در تاجیکستان یک نفر دیگر از کووید 19 فوتیده است. در این باره وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد. به همین ترتیب شماره عمومی فوتیدگان از این ویروس به 71 نفر رسید. وزارت میگوید در 24 ساعت گذشته 39 حالت نوی گرفتاری با کرونا ویروس نو آشکار شده است. طبق آمار رسمی از 30 اپریل تا 9 سентябр در تاجیکستان 8899 نفر به کووید 19 مبتلا شده، بیش از 86% آنها تبابت یافتند. حالا 93 نفر تحت نظارت پزشکان قرار دارند و 33 کس بعد تبابت به خانه رخصت شدند. طبق انتظارات و جدول تصدیق شده امروز از روسیه به تاجیکستان 4 پرواز چارتری از جانب شرکت سومون ایر انجام داده می شود. در این رویخط پرواز طریق خطسیر سوچی دوشنبه جای دارد که باید امروز صورت بگیرد. همچنین از کراسنویارسک به پایتخت تاجیکستان مسافران انتقال داده می شوند. از مسکو به دوشنبه شهروندان طریق 2 هواپیما برده خواهند شد. تا 15 سентябр باز 14 پرواز چارتری باقی میماند که نقشه آن با مقامات تاجیک و روس هماهنگ شده است. آیا در نیمه دوم ماه سентябр تشکیل پروازهای چارتری ادامه میکند یا پروازهای دائمی راه اندازی میشوند هنوز معلوم نیست. روسیه به تاجیکستان در این زمینه پاسخ مشخص نداده است. همچنین سرنوشت مرزهای بسته نیز ناروشن باقی میماند. دیروز در شهر مسکو ملاقات وزیر کار خارجه تاجیکستان با همتای قرقیزستانیش برگزار شده است. در این باره وزارت کار خارجه اطلاع می‌دهد. در اطلاعیه آمده است که سیروجدین مهردین با چینگیز ایدربیکوف دورنمای همکاری‌های دو کشور مطرح کردند. یکی از مسائل‌های مورد توجه جانب‌ها تعیین و علامتگذاری مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان بوده است. تاجیکستان و قرقیزستان 970 کیلومتر مرز دارند که از این 519 کیلومترش مشخص و علامتگذاری شده است. دو کشور برای تعیین مرز باقی مانده سالها باز زبان نمی‌یابند و نمایانی سرحد هر دفعه باعث به زد و خورد و تیرپرانی در منطقه‌های بحثی می شود. ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که تا آخر ماه روان نزدیک 40% سربازانش را از خاک عراق بیرون خواهد کرد. تفصیلات را در این گزارش تماشا کنید. روز 9 سентябр نظامیان ایالات متحده آمریکا اعلام کردند که ماه روان شماره افسر و سربازان این کشور در عراق از 5200 تا 3000 نفر کاهش می‌یابد. قبول این قرار ناگهانی نیست. ماه گذشته خبرگزاری ریترز اطلاع داده بود که تا 3 نیروهای آمریکایی به همین زودی‌ها از عراق بیرون می‌شوند. وظیفه فعلی نیروهای آمریکایی مبارزه با جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش در قلمرو عراق به شمار می‌رود. ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا میگوید ارتش عراق قادر است باقی مانده های داعش را در تنهایی بی‌ضرر کند. در ماه ایون ایالات متحده آمریکا ابراز داشت که در چند ماه آینده حضور نیروهایش در عراق کاهش می‌یابد و بر علاوه واشنگتن در فکر بنیاد پایگاه دائمی در عراق نیست. سال 2016 پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ وعده داده بود که جنگ‌های بی‌پایان آمریکا را خاتمه می‌بخشد. ولی تاکنون سربازان آمریکایی در افغانستان، سوریه و عراق حضور دارند. ماه اوگوست هنگام ملاقات با سروزیر عراق مصطفی الکاظمی در قصر سفید، ترامپ بار دیگر وعده داد که شماره نظامیان آمریکا در عراق کاهش می‌یابد. سال روان پارلمنت عراق به طرفداری از بیرونشوی نیروهای خارجی از این کشور آواز داده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نویدی بمدودی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟
دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما نویدی بمدودی رو از رادیو زودی تماشا دارید. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو میگوید شهادت زیاد است که پیشوای مخالفین روسیه الکسی ناوالنی با فرمان منصبداران بلندپایه مسکو زهرآلود شده است. او این سخنان را روز 9 سپتامبر ابراز داشته است. همپیمانها و خویشاوندان ناوالنی تخمین میکنند که این سیاستمدار را با فرمان مقامداران روس زهرآلود کردند. کرمل ایبنامه‌ها را قاطعانه رد میکند. ناوالنی 20 آگوست اثنای پرواز از شهر تومسک به مسکو خود را باتیز کرد. هواپیما به طور اضطراری در شهر اومسک نشست. 2 روز پس او را برای معالجه به آلمان انتقال دادند. طبیبان آلمانی میگویند که این پیشوای 44 ساله مخالفین با ماده فلج کننده عصب نویچوک زهرآلود شده است. آلمان از مسکو خواست زهرآلود شوی ناوالنی را تحقیق کند. دیروز روسیه سفیر آلمان را دعوت نموده به او اعتراض بیان کرد. خبرگزاری روسی از حمله گروهی مهاجران به مسجد شهر خبرسک اطلاع میدهند. طبق گزارش 15 نفر اساساً شهروندان تاجیکستان روز 6 سپتامبر به کارمندان تاتور مسجد در افتاده لط و کوب کردند. به قول منبع این گروه را یک تاجیک و یک زاده انگوشستان رهبری میکردند. تشخیص سودی و طبی نشان داده است که در پی این حمله کارمندان مسجد جراحت‌های مختلف برداشتند. درباره سبب مناقشه چیزی گفته نشده است. ماموریت مسجد درباره این قضیه به مقامات پلیس شکایت برده است. هویت حمله‌وران و عاملان مناقشه معین گردیدند. روز چهارشنبه در پی سوختور در یک قرارگاه عظیم پناهندگان جزیره لسبوس یونان بیش از 10,000 باشنده‌اش مجبور شدند فرار کنند. سوختور در قرارگاه موریا بعد نصف شبی سر زده است. این قرارگاه دوام سالهای دراز یک مکان مهم تجمع مهاجران و پناهجویان شده است. مقامات گفتند که این قرارگاه ظاهراً از حد زیاد پر شده بود، ولی تا این لحظه ها درباره قربانی‌ها اطلاعی در دست نیست. حکومت یونان گفت که جلسه اضطراری برپا کرده احتمالاً در جزیره لسبوس با 80,000 ساکن حالت اضطراری جاری میکند. تحقیق سبب‌های سوختور که احتمالاً مخصوص تشکیل گردیده است به راه مانده شده است. لسبوس یک مکان مهم تجمع مهاجران بوده. در این جزیره از سالهای 2015-2016 اکثر شهروندان سوریه و عراق به سر میبرند. سامانه اخبار کام با تکیه به منابع خود از زندانی شدن معاون رئیس جماعت سور شهری سور نوشته است. زاکر جان زاکر برای گرفتن پاره به 2.5 سال زندان محکوم گردیده است. آژانس ضد فساد زاکرов را بهار امسال به اتهام گرفتن 8,000 سوم رشوه از یک ساکن برای درست کردن حجت‌های زمین نزد حولگی دستگیر کرده بود. زمین فروشی مقامات محلی یک مایه اساسی شکایت مردم در تاجیکستان به شمار می رود. بسیاری ها میگویند بدون پرداخت رشوه گرفتن قطعه زمین تقریبا ناممکن شده است. مردم میگویند تمجوی منصبداران زیادتر از همه هنگام تقسیم زمین برای بنیاد خانه و کشاورزی به عمل میآید. دستان کل تاجیکستان در 6 ماه اول سال جاری 513 پرونده جنایی وابسته به زمین و زمین فروشی را آغاز کرده. صدها نفر برای قانون شکنی به جوابگری کشیده شدند. خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از طبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است گفت فرمان از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم 2 کور در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوء قصد کرده است. خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد و روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو زودی گفت پرسیات شده است و با خواهش خودش از وظیفه به نفقه رفته است. خوب بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز به شما معلومات میدیم که از سوی بانک ملی چنین تعیین شده است. $1 برابر است به 10 سومانی و 32 درم، 1 یورو بر عوض 12 سومانی و 17 درم خرید و فروخته می شود و 1000 روبل روسی 135 سومانی ارزش دارد. دوستان عزیز، برای این ساعت صحبت خود را به پایان میبرم. من بعد 3 ساعت با خبرهای تازه برمیگردم. تا آن دم برای کار و خود را احتیاط کنید.